خب دوستان، یکی از دلایلی که موتور بیشتر از 50 تا نرفت اینه که زاویه تصمیم و زاویه فولی همخونی نداشت، هی داشت بکس و باد میکرد. این باید زاویه فولی رو درستش کنیم. دوباره یه تست میگیریم براتون. بعد اون قطعی هم که تو راه افتاد زمین، این محافظ اگزوز بود.